رد پای وایکینگ ها. کشور دانمارک به عنوان یکی از بزرگترین دوستداران محیط زیست در جهان شناخته میشه، به طوری که در سالهای اخیر بیش از 20% انرژی این کشور از منابع تجدیدپذیر تامین شده تا لقب پایتخت سبز جهان رو بگیره. اما مشکل اینجاست که اصرار دانمارک به همراهی با راه حل‌های زیست محیطی چندان واقعی و صادقانه نیست. در دنیای محیط زیست یه اصطلاحی وجود داره که بهش رد پای اکولوژیکی میگن. این عبارت به پارامتر اندازه‌گیری اثرات مخرب انسان بر طبیعت اشاره داره و جالبه بدونید که سال 2014 در اندازه‌گیری رد پای اکولوژیکی دانمارک 4مین کشور مخرب زیست محیطی در جهان اعلام شده. حالا دلیلش چیه؟ راستی چند تا علت داره که یکیش تولید بی‌رویه گوشت در کشور دانمارکه. صنعت تولید گوشت گاز متان ایجاد میکنه که 86 برابر مخربتر از کربن دی اکسید در محیط زیسته. در واقع برخلاف تصورات عمومی بزرگترین خطر برای آب و هوای زمین سوختهای فسیلی نیست، بلکه دامپروری مازاد بر نیازه. خب دانمارک نرخ تولیدات بی‌رویه صنعت گوشتش انقدر بالاست که همیشه تعداد خوک‌های این کشور چند برابر بیشتر از جمعیت مردمشه. دانمارک سالانه 28 میلیون خوک پرورش میده که تغییرات آب و هوایی کره زمین رو تشدید کرده و به وخیم‌تر شدن اوضاع دامن میزنه. البته این همه ماجرا نیست و رفتارهای مخاطره‌آمیز دانمارکی‌ها برای محیط زیست جهان تومار بلند و بالایی داره. از کشتار بیرحمانه دلفین‌ها تا سنت قدیمی اونا برای شکار غیر ضروری 600 نهنگ در سال، مشکلاتی که بارها باعث اعتراض فعالان محیط زیست به دولت دانمارک شده. به نظر میرسه فرهنگ وایکینگ ها در بین دانمارکی ها باقی مونده و شاید قرار نیست به این زودی دست از سر دنیا برداره. اطلاعات بیشتر درباره این پژوهش رو در سایت پلاسما دنبال کنید.